سلام به تمام دوستای خوب فیسبوکم. امیدوارم که حالتون خوب باشه و تا الان هم روز خوبی داشته باشید. چند وقتی بود میخواستم باهاتون حرف بزنم و درد دل کنم، اما گفتم به جای اینکه ریوالم یه چیزی پست کنم با خودتون رو در رو صحبت کنم. یه مدتیه برام پرایوت مسیج میزنین، فیدبک های خیلی خوبی ازتون میگیرم، خیلی ممنونم. بهم میگین که چرا انقدر عکسای پروفایلت زشته الهام، چرا اینا رو از همه زاویه‌های بدی میگیری، قیافت پلاستیک میفته. بابا خودت که بهتری. بعضیتون میگین الهام چقدر از خودت عکس میگیری؟ آخه مگه خودت خوشت میاد؟ بابا مردیم از بس هر روز تو رو دیدیم. بعضیتون میگین الهام یه ذره عکس از خودت بذار ببینیم دلمون باشه. البته اونایی که اینو میگن تا حالا فقط یه نفر بودن. بعضیتون میگین که چرا اینقدر جوک میذاری؟ بعضیتون میگین چقدر جوک بی تربیتی میذاری؟ بعضیتون میگین چرا جوکایی که میذاری به اقلیت‌های مملکتمون توهین میکنه، به ترکا فوش میدی، لورا رو مسخره میکنی، قزوینی‌ها رو دست میندازی؟ بابا مگه رشتی‌ها چه گناهی کردن؟ بعضیتون میگین چرا حرف فلسفی میزنی؟ بابا بعضیتون میگین چرا حرفات سطحیه، چرا حرفات عمیق نیست؟ بعضیتون میگین چرا حرفات منطقی نیست؟ بچه‌ها اینجا فیسبوکه، اینجا یه جایی برای سرگرمی، برای اینکه وقتی از سر کار میخوایم یه بریک بگیریم، فیسبوکمون رو باز کنیم و پستای همدیگه رو بخونیم و دلمون شاد شه. اگه فکر میکنین که پستای من خوشتون نمیاد و جوکامو دوست نداریم بخونین، فقط نخونینشون. اگه فکر میکنین که خیلی جوک میذارم و خیلی پست میکنم، هایدم کنین. اگه فکر میکنین که اصلا از من و قیافه نحسم خسته شدین و جوکامم نمیخوایم بخونین، بلاکم کنین. به خدا ناراحت نمیشم، هنوزم که هنوز با هم دوستیم، هنوزم که هنوز دوستتون دارم. بچه ها فیسبوک تنها جاییه تو دنیا که آزادی کلام داریم، میتونیم هر چی دلمون میخواد بگیم، هر کار دلمون میخواد بکنیم. این آزادی رو از هم دیگه نگیریم، اینجا رو مثل ایران نکنیم. در هر صورت میخوام بهتون بگم که خیلی دوستتون دارم، دلم برای همتون تنگ شده و امیدوارم که همتون رو هر چه زودتر ببینم. قربان همگی، با امید دیدار در به زودی زود.